درود. در ادامه مباحث دورمون میخوایم درباره این صحبت کنیم که باج افزارها که یه نوع دیگه از بد افزارها هستن چیا هستن و چجور میشه مقابله کرد باهاشون و کلا شیوه های مختلف دیگه بد افزارها رو با هم آشنا بشیم. یه مقدار ساختار کتاب رو تغییر دادم براتون، جدیدش رو حتما میذارم. یه قسمت اضافه کردم به نام Prevention Detection and Response. ببینید تو حوزه امنیت ما سه تا مرحله معمولا داریم. مرحله جلوگیری، حالا مثلا شما دوچرختون رو زنجیر میکنید. حالا مرحله دوم دیتکشن، یعنی مثلا شما اگر یه وقت کسی اومد یه خطی انداخت روی دوچرختون شما متوجهش بشین. ریسپانس یعنی چی کار انجام بدین بعدش. مثلا این شامل این میشه که شما مثلا دوچرختون رو جایی نذارید که یه نفر خط روش بندازه یا بدزده، یعنی از گذشته درس بگیرین و حالا مثلا یه خطی افتاده چجور خطر رو درست کنین. یه خورده بریم عمیق‌تر شیم. خب پریونشن یا همون جلوگیری کردن اینه که مثلا شما یه پسورد خوب بذاری، یه کاری کنی که حمله رو سخت کنی، حمله سخت بشه. یا مثلا تو وریفیکیشن انجام بدین. یا مثلا میگیم برنامه های بد دانلود نکنین، وی پی ان های ناامن استفاده نکنین. اکثر وی پی ان هایی که شما استفاده میکنین ناامنن که ما به زودی بهش میرسیم. یه نکته که مهمه اینه که ما همیشه باید حمله ها رو اوور استیمیت کنیم، یعنی مثلا و این فقط توی ساخت نرم افزار نیست، یعنی اگه شما برنامه هم نمی‌نویسین باز هم باید رعایت کنید. یعنی مثلا از داده های خودتون میخواین محافظت کنین، مثلا دارید از کد ملیتون محافظت میکنید، اوور استیمیت کنید. اینه که اوور استیمیت یعنی بیشتر در نظرش بگیریم، یعنی اگه حمله اینجاست ما فرض کنیم حمله تا اینجا رو ممکنه بده. چرا؟ به خاطر اینکه 100% حمله هایی وجود داره که شما ازش مطلع نیستین. همچنین حمله ها روز به روز دارن بیشتر کشف میشن، حمله های جدیدی دارن کشف میشن و ممکنه فردا یه چیزی بیاد که امروز نبوده و بتونه مثلا به شما حمله کنه و داده شما رو بدزده. همچنین قدرت پردازشی داره افزایش پیدا میکنه. یه چیزی که دیروز امن بود لزوما امروز امن نیست. مثلا سال 1977 پروفسور رونالد ریوست، یکی از سازندگان RSA که حالا RSA تو رمزنگاری گفتیم چیه، یه نوع رمزنگاری پابلیکیه، ایسیمتریکه، گفت که اگه بخوایم یه عدد سرویس پنرقمی فاکتور بگیریم 40 کوادریلیون years میخوایم years of running power میخوایم که این کار انجام بدیم. 1994 عدد 129 دیجیتی رو فاکتور گرفتن، یعنی چیزی که حدسش نمیزدن خیلی زود فاکتور گرفته شد. پس همیشه ما باید اوور استیمیت کنیم، چون ممکنه یه چیزی که امروز امنه فردا امن نباشه. همچنین گروه ها و آژانس های امنیتی مثلا هستن که دیتا های شما رو جمع میکنن و تلاش میکنن که بعدن که قدرت پردازشی کافی بود، حمله های جدیدی به وجود اومد، بشکننش. مثلا تمپورا، اینجا براتون گذاشتم. تمپورا اگه سرچ کنین GCHQ بریتانیا مثلا این کار انجام میده، دیتا ها رو از فیبر نوری میدزده و تلاش نگه میداره بعداً بتونه بشکنه. درباره این تو پرایوسی صحبت کردیم، گفتیم که بذارید سکشن پرایوسی رو بیارم براتون بگم کجا باش صحبت کردیم دربارش. خب قسمت پرایوسی بریم. قسمت فکر کنم اینجا بود، why privacy matters. آره، توی دنیای دیجیتال همه چیز ماندگاره. چیزی که امروز ممکنه انجام بدین ممکنه فردا براتون دردسر بشه. اگر خوب مثلا یه چیزی امن نگه داشتید ممکنه فردا یه حمله به وجود بیاد و اون رو بشکونه و فردا براتون دردسر بشه. اینو دیگه یادتون هست که گفتیم حرفایی که الان میزنیم ممکنه بعداً بر علیهتون استفاده بشه. حالا بیایم سراغ ادامه اون مبحث. از اوورستیمیت بعد کنیم. اگر مثلا شما یه دیولپرین همیشه اگر مثلا سازمان نیست گفته مثلا رمزنگاری
92 خوبه 256 هم خوبه، شما 256 هم انتخاب کنید. اگر گفته هر دو خوبه مثلا در این حالت خاص. چرا؟ چون شما دارید یه پارامتر امن‌تری انتخاب میکنید که اگه فردا سر 92 ناامن شد 256 مثلا امن باشه، یعنی پارامترهای بالاتری انتخاب کنید. همچنین ما تو امنیت مثلا یه چیزی داریم به نام Defensive in Depth. میگه چی؟ میگه که شما چند لایه امنیتی رو تعیین کن که اگر یکی شکست مثلا دومی پاورجا باشه. قسمت دیتکشن میگه چی؟ میگه که مثلا شما کامپیوترتون رو نگاه میکنین، مثلا پیچاش رو نگاه میکنین ببینین کسی دستکاری کرده پیچو بخواد باز کنه یا نه. بالاخره پیچ موقعی که باز بشه یه مقدار خط خطی میشه دیگه، میفهمین یکی لپتاپ شما رو باز کرده. یا مثلا تو کامپیوتر ما سیستم های مانیتورینگ داریم، سیستم هایی داریم که اتفاقات داخل کامپیوتر رو مانیتور میکنن. لاگ چیه؟ هر اتفاقی داخل سیستم شما میفته یه رخداد زمانیه. مثلا میگه ساعت 12:34 یه نفر فلان فایل رو باز کرد، 12:35 فلان فایل ارسال شد به فلان جا. اینا همه لاگی داره، بهش میگن لاگ. یعنی شما مثلا ابزارهایی هستن اینا رو نگاه میکنه. خب مثلا اگر یه ابزاری نگاه کنه ببینه که فلان فایل های خیلی زیادی دارن ارسال میشن به اینترنت، شاید مثلا حدس بزنید فایل ها دارن دزدیده میشن. پس مثلا لاگ آنالیز میکنین، دارید دیتکت میکنید، دارید میفهمید که آیا رخ داده یا نه. تمپر اویدنت ها، تکنولوژی تمپر اویدنت هم میتونید استفاده کنید که مثلا اون برچسبایی که میزنن اینطور. یا مثلا بعضیا مثلا خیلی کارشون حساسه، میان چیکار میکنن؟ مثلا صندلیشون رو جوری تنظیم میکنن که وقتی مثلا صندلی کارشون جوری تنظیم میکنن که وقتی رفتن از اتاق بیرون، اگر کسی اومد نشست بالاخره صندلی تکون میخوره دیگه، مثلا اون پایش یه مقدار از اون خط مثلا کاشی تکون خورده باشه، بفهمن که آره، مثلا بفهمه که یه نفر اومده پشت میزش نشسته. یعنی همچین کاری هم میشه. آره. حالا ریسپانس شما باید اول درس بگیری، اول اینکه چجور حمله رو متوقف کنی. مثلا اگر یه بدافزاری اومده داخل سیستماتون، شما قاعدتا باید سیستم رو ایزوله کنین از بقیه سیستما که به بقیه سیستم راه پیدا نکنه. بعد مثلا به آدما بگین همچین بدافزاری اومده و سیستماتون رو چک کنین ببینین خوبه، مشکل نداره اینا. یا مثلا ببین حمله کننده چیه، جلوگیری کنین از پخش حمله و متوقف کنین حمله رو و حمله کننده رو پیدا کنید. اینا خیلی مهمه تو حوزه امنیت. همچنین شما باید بتونین ریکاوری کنین. دیدین مثلا یه سازمانی هک میشه بعد میگن ما دیتامون تموم شد رفت، کارش نمیتونین کنین. یعنی چی کارش نمیتونین کنین؟ شما وقتی یه سازمان هستین باید دیتاهاتون بکاپ داشته باشین، فول دیسک مثلا بکاپ داشته باشین که اگه امروز یه نفر اصلا آتیش گرفت اونجا، کامپیوتراتون همه آتیش گرفت، فردا بتونین مثلا از کلاود کل سیستم رو دوباره بیارین بالا، کل سیستم رو بتونین از چند ساعت بیارین بالا. این اتفاق خیلی مهمیه. و موقعی که شما یه پروتکلی طراحی میکنین هر سه تا رو باید داشته باشه. یکیش نداشته باشه احتمالاً سیستمتون ناامن خواهد شد. خب این جا مونده بود از قسمت سکیوریتی. حالا بریم ادامه مبحثمون. تو قسمت رنسمور بودیم. خب رمزنگاری رو که یادتون هست، رمزنگاری این بود که من بیام دیتاها رو جوری عوض کنم که فقط خودم بتونم بخونم. یعنی یه فانکشنی داشتم، یه کلید میگرفت. اینجا رمزنگاری سیمتریک بگیریم. چرا سیمتریک؟ حالا چون اسیمتریک کنده و اینها. سیمتریک نظر بگیرید چون برای کاربون سیمتریک بهتره. سیمتریک نظر بگیرید، یک فانکشن یک کلید. حالا چی میشه؟ یه نفر بیاد یه برنامه‌ای بنویسه، بیاد کل دیتاهای توی کامپیوتر رو رمز کنه. یعنی چی؟ یعنی همین پی دی افی که من به شما دادم شما تلاش کنید با نوتپد بازش کنید. میبینید یه سری متن عجیب غریب داره، اولش نوشته درصد پی دی اف، بعد یه سری متن عجیب غریب داره. یا با هگز ادیتور باز کنید، باز میفهمید باینری. در واقع پشت هر چیزی توی کامپیوتر یه سری باینریه. این باینری، کامپیوتر این باینری رو میخونه. یعنی چی؟ یعنی کامپیوتر این درصد پی دی اف رو میخونه، میگه آها فایل من فایل پی دی افه. بعد اطلاعات زیرش رو میخونه، میگه آها من باید اینطوری نمایش بدم. تمام فایل ها عکس
اطلاعات پیکسل داره، ویدیو اطلاعات اون فریم ها داره، اطلاعات مختلف به صورت باینری 0 و 1 ذخیره شده، کامپیوتر اونا میخونه نشون میده. حالا من اگر بیام اینو اینکریپت کنم و دیتا عوض بشه، خب کامپیوتر دیگه نمیتونه بخونتش و اینطوری میشه که باج افزارها به وجود میاد. باج افزارها میان داخل کامپیوتر شما، کل اطلاعات پشت فایلاتون رو اینکریپت میکنن و میگن که حالا چی؟ پول بده تا کلید رمزنگاری رو بهتون بدم. شما یه روز از خواب پا شدی، داری رو پایان نامت کار میکنی، میگی چی شد؟ چرا یهو کامپیوترم دیگه کار نمیکنه، هر فایلی میزنم باز نمیشه؟ در اینی که اینکریپت شده. شما باید بکاپ داشته باشید. آره. و یه همچین چیزایی بهتون نمایش میدن. مثلا این نمایش داده گفته مثلا کل دیسکتون اینکریپت شده، اگه میخوای مثلا چند دلار گفته، ننوشته چند دلار، ولی مثلا میگم 500 دلار بده تا بهت کلیدو بدم. یا مثلا حتی خیلی کلک جالب تر این گفته که مثلا میگه به خاطر اینکه قوانین رو زیر پا گذاشتی کل فایلات اینکریپت شده، شما هم یه عکس FBI رو، دپارتمنت آف جاستس آمریکا رو میبینی، میگی واو دیگه FBI آمریکا FBI آمریکا رو میبینی، میگه ای بابا این دیگه 100% میان دنبالم، پس من سریع پرداخت کنم باجو. اینطوریه. یعنی مثلا گاهی اوقات واقعا بهتون میگن دیتا اینکریپت شده، ما دزدیم پولو بده، یا مثلا گولتون میزنن میگن نه ما از طریق شرکت مایکروسافتیم اومدیم به خاطر اینکه لایسنس نخریدی الان باید 500 دلار پول بدی و کل دیتا تو پاک میکنیم. دیگه بالاخره کلاهبردارا راه زیادی دارن. فارغ از این که میگن اگر پول ندی کلیدو بهت نمیدیم در عرض یه هفته و کل دیتاتو پاک میکنیم، گاهی اوقات یه کار دیگه هم میکنن. گاهی اوقات میگن دیتاتو دزدیدیم، اگر پولم ندی پخشش میکنیم. یعنی نه تنها من اومدم تو کامپیوترت دیتاتو اینکریپت کردم و کلیدو بهت نمیدم و پاکشم میکنم، تا یه هفته اگر ندی قبل اینکه من اینکریپت کردم کل عکس و فیلماتو برداشتم بردم، اونا رو پخش میکنم اگر پول ندیم. مثلا خیلی کمپانی‌ها این اتفاق براشون رخ میده، حمله کننده ها حمله میکنن، میگن اگه میخوای اطلاعاتتو پخش نکنیم پول بده تا ما هم اطلاعاتتو پخش نکنیم هم کلیدو بهت بدیم که بتونیم دیتاتو بخونیم. آیا شما باید پولو بدین؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه. شما از کجا مطمئنین که این فرد پولو بهش بدین بهتون دیکریپشن تولو میده، اون کلیدها رو اینها رو میده که بتونین دیتاتو پاک کنید؟ از کجا معلوم؟ باج دادین پس فردا نگه یه بدافزار دیگه هم تو کامپیوتر جا گذاشتم، دوباره پول بده، دوباره پول بده تا این یکی رو پاک کنم. آها اینطوریه دیگه. شما به کسی که باجگیره، اسمش روشه باج افزار، داره باج میگیره از شما، کسی که باجگیره اعتماد میکنی؟ طرف کارش باجگیری و دزدیه. خب معلوم پس فردا دوباره باج میگیره، میگه چه لقمه چرب و نرمی، بذار بیشتر ازش بکنم. آره. همچنین پول دادن همچنین پول دادن باعث میشه که این شغل ادامه پیدا کنه. یعنی وقتی باجگیرا ببینن که شما بهشون باج پرداخت میکنین، آدما باج میدن، خب کارشون ادامه میدن. اگه هیچکی باج نده خب بیکارن بشینن بر افزار بنویسن کامپیوتر شما آلوده کنن، اونا پول میخوان دیگه، وقتی پول توش نباشه خب نمی نویسن. برای همین تو خیلی از کشورها حتی این غیر قانونیه، یعنی شما حق نداری باج بدی. یعنی قانون میگه اگر این کارو کنی باعث میشه که این شغل ادامه پیدا کنه، نباید باج بدی. حتی ما سرویس هایی داریم توی مثلا دارکنت که شما مثلا میری مثلا باج افزار میخری و پخشش میکنی، هرچی آلوده شد نصف نصف تقسیم میکنی. یعنی یه نفر مینویسه تو پخشش میکنی، یعنی ransomware as a service. خیلی مسخره است. یعنی شما مثلا یه نفر باج افزار مینویسه، شما پخشش میکنی، نصف نصف پول رو تقسیم میکنی.
اگر آلودش خب از چیکار کنیم؟ بکاپ داشته باشیم. شاید بگین مثلا بکاپ دارم، پس بکاپ داشته باشین دیگه، اگه دیتاتون هم اینکریپت شد میگین مهم نیست، ریستور میکنم از بکاپ. ولی این بکاپ به تنهایی کافی نیست. چرا؟ چون ممکنه دیتاهای شما رو دزدیده باشن و بگن اگر پول ندی باشه تو بکاپ داری و دیتاتو پخش میکنم، دزدیدم دیتاتو قبل اینکریپت کردم پخشش میکنم. برای همین شما باید دیتا هاتون اینکریپت شده تو دستگاه خودتون نگهداری کنید. دیتا های حساس نباید عادی باشن، پلین تکست باشن تو دستگاه خودتون، باید اینکریپت شده باشن. وقتی دیتا های حساس اینکریپت شده تو دستگاهتون ذخیره شده باشن، باج افزار اونا رو بدزده، دیتا های رمز شده دزدیده، هیچ چیزی دستش نمیاد، اینکریپتش هم کنه، خب بکنه، شما بکاپ داری. به همین سادگی. آره، چند تا نکته. هر دستگاه دیجیتالی برخلاف دستگاه الکترونیکیه، یه روز ممکنه فردا بلند شین کار نکنه. برای همین هر روز بکاپ بگیرید. بکاپ باید روزانه باشه، نه یک ماه یه بار. بکاپ باید اینکریپتد باشه، یعنی شما باید اینکریپت کنین بعد بکاپ بگیرید. بکاپ باید توی جاهای مختلف باشه. مثلا یه چیزی هست، دیدین مثلا میرید تو اداره میگن سیستم قطعه. خب اصلا واقعا یعنی چی سیستم قطعه؟ یعنی مثلا چه اتفاقی افتاده که سیستم قطعه؟ برق رفته، خب شما باید بکاپ داشته باشین. لاین های سرویس دهیتون باید متفاوت باشه. یعنی یک سیستم که فقط نباید کل ایران رو تامین کنه. اگر اسکیبیلیتیه، خب اون بعد بیشتر چه انجام بدین. یعنی بس این اگه برق رفت بعد سیستم شما کار کنه، نباید از کار بیافته. اگر یه روز باج افزار حمله زد به شما، سیستم شما باید بتونه در عرض چند ساعت ریکاور بشه، کار کنه، نه اینکه بگین او حمله شد بهمون ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم کنیم. بکاپ باید فرمت های متفاوت باشه، یعنی مثلا فقط تو دیسک نباشه، چون دیسک همشون یهو افتادن شکستن. دیسک باشه، کلاود باشه، نمیدونم مثلا یکی سی دی باشه، یکی هارد باشه، اینطوری، یعنی فرمت های متفاوت. اگر شما یه بیزینسی دارین ران میکنین، آره اینو که توضیح دادم. اوکی. نکته بعد این که حالا اگر آلوده شدیم چیکار کنیم؟ هیچ وقت به چیزایی که تو اینترنت میبینین از جاهای نامعتبر اعتماد نکنید. مثلا من کلی دیدم، میری اسم یه باج افزار رو تو یوتیوب سرچ میکنی، 1000 تا ویدیو میاد، هم زیرش کامنت مثبت دادن که ایول دمت گرم کار کرد اینا، در حالی که خیلی از اونا فیکن. کامنت من میتونم با $10 براتون 1000 تا کامنت فیک بخرم، کاری نداره. 1000 تا آدم هستن، کال سنر ها هستن، شما میرید پول میدین و میشینن براتون تق تق کامنت میذارن. به همین سادگی. پس کامنت که کار کرده و اینا نه نیست، از جاهای معتبر بگیم، مثل آنتی ویروس کامپنی ها. یه جایی هست به نام نومور رنسم. نومور رنسم رو براتون بیارم. نومور رنسم خیلی قشنگه. ایدش اینه که باج افزارها بالاخره خیلی چیز بدی هن. چرا؟ چون ممکنه یهو مثلا یه بیمارستان آلوده بشه، یه آدم نتونه عمل بشه و جونش رو از دست بده. و خیلی کشورهای مختلف خیلی عجیب غریب همو تارگت میکنن. یعنی مثلا یه باج افزاری بود، مثلا تو سیستم که میومد چک میکرد ببین زبون عربی یا تایمزون عربی هست یا نه، اگه بود آلوده نمیکرد. مثلا کشورهایی که مثلا دشمنشونن رو آلوده میکرد. خب این خیلی مسخره است. مثلا شما فرض کنید تو کشور X هستین، کشور X با کشور Y ارتباط نداره. بعد افراد کشور X میتونن کشور Y رو تارگت کنن و اونا رو آلوده کنن و پیش وقت هم دستگیر نمیشن. اینجا پلیس های دنیا اومدن گفتن که ای بابا این نمیشه که ما بیایم یه اتحاد به وجود بیاریم، کسی در امان نباشه، کسی در امان نباشه. ما بذارید براتون میارم، پلیس فتا ایران هم جزشه، پارتنرز فکر کنم تو قسمت پارس هست. آره، از کمپانی های آنتی ویروس
تا یوروپول تا مکفی و کاسپرسکی و اینا آنتی ویروسن، تا اوست و ترند مایکرو، ایزت و امزی سافت و اینا همه آنتی ویروسن. سیسکو شرکت امنیتی، یعنی خدمات شرکت امنیتی میده. فتا، بذارین ایران رو بیارم، ایران پلیس فتا هم جزشه. یعنی چی؟ یعنی اومدن یه اتحاد به وجود آوردن، اتحاد پلیس و کمپانی های امنیتی، که کمک کنیم به افرادی که آلوده میشن و جلوگیری کنیم از پرداخت باج و باج افزار نویسا رو دستگیر کنیم. این ایده قشنگ پشت نومورنتم بود. شما میتونید برید تو این وبسایت، ازتون بهتون کمک میکنه و میشه گفت معتبرترین جایی که میتونه بهتون کمک کنه. آره. و قاعدتا کسایی که باج افزار می نویسن یا باج افزار رو پخش میکنن، خب میتونید این قسمت رو بخونید. ایده کلیش اینه که دوست دارید یه نفر به شما ضربه بزنه؟ نه. دوست دارید یه نفر به نزدیکان شما ضربه بزنه؟ نه. خب از چرا شما به دیگران ضربه میزنید؟ خیلی این چیز واضحیه، یعنی نمیدونم نیاز به توضیح نداره، ولی خب فرض کنید یه نفر 2 ساله داره روی پروژه کار میکنه، شما یهو میاد داخل کامپیوترش آلودش میکنین، این طرف هم تموم شد، کل پروژهش برفنا رفت دیگه. هیچ میتونه از شغلش اخراج بشه، میتونه یه بیمارستان آلوده کنه، بیمارا اذیت بشن، نتونن برن اتاق عمل. بالاخره اتاق عمل نیاز به کامپیوتر داره دیگه، خیلی از تجهیزات پزشکی به کامپیوتر وصله، همه اینا ممکنه آلوده بشن. همچنین توی حوزه امنیت به هیچ وجه کار بدی که شما انجام بدید، جرمی که انجام بدید پاک نمیشه، تو حافظه پلیسی هست. یعنی آقا لاگ میافته، آقا مثلا شما این کارو کردید، از 1000 تا چیز میشه فهمید، از نحوه کد زدنتون میشه فهمید شما کی هستین. شاید بگین اگه میشه آره کلی پیپر هست، برید سرچ کنید که بر اساس اون نوشتارتون میشه فهمید شما کی هستین. یعنی شما یه اسکریپت استفاده کنید میفهمن کی هستین، یه اسکریپت خودتون نوشته باشین میفهمن کی هستین و نوشتینش، و یه روزی دستگیر میشین، اینو مطمئن باشین. حتی اگر مثلا الان فرض کنید تو ایران فلان کشور خاص که با ایران ارتباط نداره و تارگت میکنین و الان کاریتون ندارن چون اون کشور مثلا دشمنه، پس فردا که از ایران برین بیرون دیگه 40 سالتون بشه که تا ابد که اینجا نیستین، 40 سالتون بشه بالاخره یه روزی ارتباط پلیسی برقرار میشه، یه روز دستگیرتون میکنه و این مطمئن باشین که هیچ وقت در امان نخواهید بود. این خیلی واضحه. حتی اگر از تور استفاده کنید، کریپتوکارنسی استفاده کنید، 1000 تا چیز، باز هم پنهون نخواهید بود. گوگل هست چجوری این همه دیتا پردازش میکنه، همونطور انجین هایی هستن به اون قدرت که کارشون پردازش جرمه و شما رو دستگیر خواهند کرد. الان ممکنه 18 19 سالتون باشین متوجه شین، ولی پس وارد 40 سالتون بشه مطمئنا خواهید فهمید که این کار آخر عاقبت نداره. اوکی. یه نکته اینجا من توی فوتنوت گذاشته بودم. آره، خیلی وقتا موقعی که کمپانی‌ها به باج افزار آلوده میشن، یه دیکریپشن تولی که بهشون میدن روی کامپیوترشون تست نمیکنن، چون ممکنه خود اون دیکریپشن تول بد افزار باشه. میان یه انوایرمنتی، یک شبیه سازی میکنن شبیه کامپیوترهای خودشون و روی اون تستش میکنن که ببینن کار میکنه یا کار نمیکنه و چک کنن ببینن آیا واقعا داره کار میکنه یا نه. چرا توی مثلا یه محیط ایزوله تست نمی‌کنن، یه محیط خیلی مینیمال و ایزوله واقعی تست نمی‌کنن و تلاش می‌کنن یه محیط واقعی شبیه سازی کنن؟ یعنی فرض کنید مثلا کمپانی X، حالا کمپانی X داریم، کمپانی A نمیاد یه سیستم ایزوله طراحی کنه روی اون تست کنه، میاد یه سیستم با اطلاعات فیک ولی شبیه کامپیوترهای شرکت طراحی میکنه، روی اون تست میکنه. چرا به نظرتون کم فکر کنین؟ تا فرض میکنم فکر کردین، چون خیلی از بد افزارها رو تشخیص میدن که الان دارن تو سیستم واقعی اجرا میشن یا تو سیستم ایزوله. برای اینکه ما بد افزار رو گول بزنیم که تو سیستم ایزوله اجرا نمیشه، سعی میکنیم سیستم هایی بسازیم که در عین ایزوله بودن شبیه سازی هستن از کامپیوترهای عادی و بتونیم اونطوری تستش کنیم. این هم یه نکته مهم که خوبه بدونیم. خب امروز درباره اول دیتکشن، پریونشن و ریسپانس صحبت کردیم، گفتیم هر سه تا باید باشه. من درباره رنسمور صحبت کردیم، رنسمور با اینکریپت کردن دیتاهای پشت فایل ها
انجام میشه. نباید پاچ بدیم، بکاپ باید داشته باشیم و بکاپ هامون باید اینکریپت شده باشه. قبل بکاپ گرفتن اینکریپت کنیم، دیتا های حساس اینکریپت شده نگهداری کنیم و حواستون باشه بکاپ همین الان برید بکاپ بگیرید، ندارید برای فردا. فردا باشه میگید پس فردا. اوکی. اه، کتاب رو براتون تو کانال تلگرام میذارم. من این کار رو به صورت کریتیو کامن 4 نان کامرشیالی دارم پرزنت میکنم، یعنی به صورت آزاد. میتونید اگر دوست داشتید، چون یعنی ما باید تلاش کنیم برای علمی که داریم یاد میگیریم هزینه کنیم. شما وقتی برای یه چیزی هزینه نکنید خودتون کالا میشید. اینو تو دورا گفتم if you don't pay something یادم نیست جملهش، ولی خودتون اون کالا خواهید بود. آره. و دوست دارم که این دوره با مشارکت مردم باشه و میتونید به هم دونیت کنید، چه پرداخت ریالی آنلاین چه حالا رمز ارز. لینکش براتون میذارم. پیروز و سربلند باشید. بدرود.